ولی قبول دارید همه ما اولین بار که قهوه خوردیم اینجوری بودیم. سلام. بعد از اینکه هی به هم گفتید بیا روش تهیه اسپرسو، قهوه، کاپوچینو، آیس لته و اینا رو با دستگاه خونگی یاد بده، تصمیم گرفتم یه ویدیو جامع و کامل واسهتون درست کنم. خب اول برید من قهوه رو یعنی دونش رو تهیه میکنم، خودم آسیاب میکنم. در مورد قهوه‌ام یه توضیح بدم. قهوه‌ای که من تهیه میکنم 70% روبوستا و 30% عربیکا. حالا ذائقه من اینجوریه، دوست دارم تلخی بیشتر از ترشی باشه، چون عربیکا به ترشی میزنه و روبوستا به تلخی میزنه. من اون تلخی رو بیشتر از اون ترشی دوست دارم. حالا بریزیم آسیاب کنیم. اگه شما آسیابم نداشتید هیچ مشکلی نداره، میتونید از همون جایی که تهیه کنید بدید براتون آسیاب بکنم. فقط حواستون باشه وقتی آسیاب کردید توی ظرفی که تیرس بذارید، درش هم محکم ببندید که نه باید نور بهش بخوره نه هوا. قبل از آسیاب کردن اینو بهتون بگم که ما 3 مدل پورتافیلتر داریم. یه دونه تحت فشار داریم که برای همین دستگاه‌های خونگی استفاده میشه و عصاره‌گیری باهاش راحته، دقت خیلی زیادی نمیخواد. و 2 تا هم غیر تحت فشار داریم که حالا من یه مدلشو دارم. ببین این که بهش میگن نیکد دقت خیلی بالایی میخواد، ولی وقتی دقتتون بالا بره مطمئن باشی یک کرمای خیلی خوب میتونی از قهوه‌تون بگیرید. حالا من برای شروع که میخوام اسپرسو رو براتون بگیرم از این استفاده میکنم، از این هم استفاده میکنم برای مثلا لاتو و آیس لته و اینا. بچه‌ها میتونید تو این آسیاب بکنید. بعد مثلا حالا بستگی داره که اسپرسوتون تک شات باشه یا 2 شات، از این بردارید و بریزید توی پورتافیلتر. ولی من اینو میذارم و یه بعد از آسیاب کردن مهمه که حتما با نیدل دونه های قهوه رو از هم باز بکنید، یه جوری مثلا میگن هوا بره. این حلقه هم که دورش گذاشتم اسمش خودم رفته، ولی خیلی خوردی قهوه نمیرسه. بعدش با لولر قهوه‌تون رو سطحش رو یک دست میکنید. بعد از اینکه لولر رو استفاده کردید میبینید که چقدر قهوه‌تون یک دست شد سطحش. حالا تمپر استفاده میکنید. تمپرها مدل های مختلفی داره. این اینجوری فنریه، یه مدل معمولیش هم من دارم که اینجوریه، یعنی خیلی سنگینه، ولی خب این حالت فنریاش خیلی خوبه. تمپر رو حواستون باشه که اصلا نباید بچرخونید، فقط باید بذارید و یه فشار حداکثری بدید که اینجوری شکل تمپر ما حتی روی قهوه افتاد. بعدش برای اینکه عصاره‌گیریمون عالی باشه از پاک اسکرین استفاده میکنیم که اینو اینجوری میندازیم روش. دستگاهتون رو حتما قبلش روشن کنید که گرم بشه. توجه کنید که حتما آب داشته باشه دستگاهتون و اینه که میبندید به دستگاهتون محکم باشه که وسط عصاره‌گیری ول نشه. اینا همه تجربیات منه که یه سری اینو شل بستم اومد پایین. حالا من تو این فنجان استفاده میکنم که شما کرمای قهوه رو ببینید. من 2 شات زدم، الان این 2 شات رو انتخاب میکنم. ببین قهوه تو این پورتافیلترهای تحت فشار وقتی اینجوری بیاد وسط یعنی اینکه عصاره‌گیری ما درست بوده، یعنی الان این عصاره‌گیری درسته. و کرمای روش رو شما مشاهده کنید. اینم یه اسپرسو 2 شات. بفهمید ببین. بله قهوه است. عالی شده. من همیشه قهوه رو تلخ میکنم، اصلا شکر نمیریزم. ولی قبول دارید همه ما اولین بار که قهوه خوردیم
اینجوری بودیم. این چیه دیگه؟ یعنی کم کم عادت کردیم. اینم میدونید که ما ایرانی‌ها اول قهوه خور قهار بودیم، بعد کم کم چای وارد ایران شد، یعنی اجداد ما قهوه خور بودن، اونم چیه؟ قهار. برای اینکه بدونید که عصاره گیریتون درست بوده یا نه، پورتافیلتر رو از دستگاه خارج میکنید، بعد میبینید که روی تفاله قهوهتون آب هست یا نه. ببینید الان رو تفاله قهوه من هیچ گونه آبی نیست و خشکه. این نشونه اینه که عصاره گیری من کاملا درست انجام شده. الان یه ذره این خشک بشه، یک کیک قهوه خوشگل بهمون میده. خب این مراحل رو گرفتیم قبلا، ولی الان من دوباره دارم برای قهوه درست میکنم که لطه رو بهتون یاد بدم. این سری دارم با این یکی پورتافیلتر میگیرم که شما فرق این چیز رو ببینید، عصاره گیری ها رو ببینید. اگر مبتدی هستید با همین پورتافیلتر استفاده کنید خیلی بهتره. تمپرتون رو خیلی فشار بدید که این شکل بیفته. حالا اینو وصل میکنیم بهش. خیلی دیگه دار. این پورتافیلتر دقت خیلی کمی میخواد. اینم از این که کرمای اینم ببینید چقدر عالی شد. بریم برای فوم شیرمون میذاریم روی این بخارش. یه دستمال قبلش بیاریم چون یه آبی اضافی که میاد بیرون رو بگیریم تا به بخار برسه. میبینید خیس شد. این آب نباید بره توی شیر، باید بخاره بره توی. الان میتونیم حالا یه فوم شیر خوب بگیریم. امیدوارم که خوب بشه. اول نبرید خیلی داخل، همون رو پتش یه نگه دارید. 4 قسمت رو بکنید، روی یک قسمت ها نگه میداریم. دستتون هم اینجا میگیری وقتی داغ شد، یعنی فوم شیرمون آماده است. وقتی حالت دورانی بچرخه یعنی که کارمون رو داریم درست انجام میدیم. میبینید وقتی فوم گرفتیم یه 2-3 بار ضربه میزنیم. من بلد نیستم اصلا لطه به طرح بدم و اینا، ولی همینجوری میدونم که اینجوری برسیم کفایت میکنه. یه طرح ابر و باد و مه و خورشید و فلک براتون دادم بچه ها. بفرمایید. این از لطه شما آماده است. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومده لایک یادت نره که میخوام آیس لطه رو یادت بدم که هوا هم گرم شده، فوق العاده مزه میده. ببین اینم اصلا یه قطره آب روش نیست و کاملا خشکه. فقط ببین الی باریستا چی کار میکنه. من زود اقدام کردم برای اینکه اینو درش بیارم. کیک قهوه خورد شد ولی میبینید اصلا آبی توش نیست. خب الان بریم سراغ نوشیدنی‌های سرد مثل آیس لته، کارامل ماکیاتو، آیس موکا که همه اینا پایه‌شون یکیه، فقط سیروپایی که استفاده میکنن تفاوت داره. هم بریم دوباره ما باید یه 2 شات اسپرسو درست کنیم دیگه. اینا تو مراحل قبلی بهتون یاد دادم، اینجا دیگه میذاریم رو دورتون. بچه ها در مورد سیروپ بهتون بگم. سیروپ شکلاتی داریم که کاکائویی مثلا برای آیس موکا خیلی خوشمزه میشه. کاراملی داریم و وانیلی هم داریم. حالا بر اساس سلیقه‌تون شما میتونید هر سیروپی که خواستید تهیه کنید. حالا من میخوام کاراملی بریزم. این مقدار که بریزید بسته. چون اصلا پایه
شیرین بودن این نوشیدنی ها همین سیروپه. من چون مزه آب نگیره از این یخه استفاده میکنم، چون این یخه وقتی آب میشه مزه آب میده. میرمونم میریزیم و 2 شات اسپرسویی که داشتیم بذار من بریزم توی دیگه آروم به گوشه بریزیم. مثلا خواستم از گوشه بریزم من حلش شد. خب اینم شد کارامل ماکیاتومون. اگر سیروپ هم نزنیم که میشه آیس لته، یعنی شیر و قهوه و یخ. اگه به جای سیروپ کارامل هم سیروپ شکلات بزنیم میشه آیس موکا. خیلی راحته، همش همینه. بعد اینو فکر می‌کنی بیرون چند بهت میدن؟ کم 178 تا 200 تومن. ولی شما با چقدر میتونی اینو درست کنی؟ با چقدر؟ 20000 تومن نه؟ بفرمایید میشه جونتون. خب بچه اینم ببین کیک قهوه‌ای که داشت متلاشی میشه ولی به دادش رسیدم. وقتی به این مرحله برسه این عصاره گیریتون کاملا درست بوده. هر سوالی داری تو کامنت ازم بپرسید، به تک تک سوالاتتون جواب میدم. اگه تمام ویدیوها رو دیدی خوشت اومده دوست داری همراه ما باشی توی چنلمون، حتما برو سابسکرایب بکن که خیلی خوشحالم میکنی، بهم انرژی میدی برای ساختن ویدیوهای بیشتر. دوستتون دارم.